بچه سلام. این ویدیو برای جواب دادن به سوالاتی است که عزیزان افغانستانی داخل پیج گذاشتن. سوال اول: آقای محمدی چرا اون پولی که سازمان ملل به ایران میده اونو حساب نمی‌کنی؟ من میگم آقا اینو حسابش میکنم. وزیر بهداشت اومده گفته آقا به ازای هر افغانستانی که داخل ایران هست نفری $10 سازمان ملل به ما میده. $10. حالا بخوایم سالانه حسابش کنیم میشه عدد حدود 3000 میلیارد در سال. 3000 میلیارد در سال. حالا گفتیم اون یارانه پنهانی که فقط برای نان باشه سالانه 18,000 میلیارده، یعنی هیچ عدد ناچیزی است. همونجا وزیر بهداشت میگه آقا هزینه های بهداشت و درمان میانگین برای هر عزیز افغانستانی نزدیک $500. این نکته رو هم توجه داشته باشین. پس اینجا اینقدر نیان به من بگین شما اونو حساب نمی‌کنی، شما اونو حساب نمی‌کنی. ما اینو حساب می‌کنیم، خیلی مبلغ ناچیزی است. این یک. مورد دوم، این دلاری که سازمان ملل میخواد بیاد به ما بده، یه نکته. آقا من ایران 7-8 سال پیش نفت و بنزین فروختم به کره جنوبی، 6-7 میلیارد دلار پولش بوده، نتونستیم بگیریم. بعد 7-8 سال اون 6-7 میلیارد رو آوردیم، حالا با مذاکراتی که با آمریکا شده اومدیم اونو پس گرفتیم. حالا این پولی که میخواد سازمان ملل بده آیا به همین راحتی میده؟ ما تحریمیم، به زور دلار وارد کشور میشه. اما سوال دوم، آقا شما که دم از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میزنین، علی علیه السلام به مردم کمک میکرد، نگاه نمیکرد ببینه آقا این چه نژادی هست، چه کشوری هست، به همه کمک میکرد. ما هم همینجوری هستیم، دولت ایران هم همینجوری هست. نفت و گاز و بنزین و لبنیات و روغن همه اینا داخل ایرانه. هر عزیزی پاکستانی باشه، افغانستانی باشه، توی ایران باشه، از اینا داره استفاده میکنه. من چند روز پیش یکی از عزیزان افغانستانی رو داخل ایران دیدم، داخل اون شهرستان دیدم، باهاش صحبت کردیم. گفت آقا من اوایل انقلاب اومدم داخل ایران، شروع کردم کارگیری کردن، سخت کار کردم. گفتم حالا خونه خریدی؟ گفت آره خریدم. خونه خریده داخل شهرستان، الان نزدیک 7-8 میلیارد قیمتشه. یه عزیز افغانستانی کارگیری کار کرده، خونه خریده، خونهش الان 7-8 میلیارد تومن قیمتشه. پس یه عدم گفته بودن آقا شما اون سرمایه گذاری هایی که عزیزان افغانستانی داخل ایران انجام میدن اونا رو ندیدی، ما اونا رو دیدیم. ببینید هر کسی داخل ایران سرمایه گذاری میکنه به سودای کلان دست پیدا میکنند و اولا برای خود شخص سودشو میبره، علاوه بر اینکه به نفع کشور ایران هم هست. اما نکته بعدی که میخواستم در مورد عزیزان افغانستانی بگم، ما ببینید ایران یه حقابه ای رو باید از افغانستان بگیره و عزیزان طالبانی این حقابه رو به ایران نمیدن، ولی ما اینجور آدمی نیستیم که به کشورهای دیگه کمک نکنیم. الان داخل افغانستان زلزله شده، اولین کشوری که داره اون نیروهای امدادی و هلال احمر خودش رو فرستاده به همراه کامیونهای مواد غذایی و ابزارالات پزشکی ایرانه. نزدیک 20 میلیارد فقط یه محموله رفته، چندین محموله پزشکی، چندین محموله مواد غذایی، چندین کادر نیروی هلال احمر، نیروهای امدادی وارد افغانستان شدن و به افغانستانیای عزیز کمک کردن، اونایی که زیر آوار بودن. ما اینجور کشوری هستیم. اگر حقابه هیرمندو نمیده، اگر داخل کشور شما به یه مشکلی بر بخوره، ایران میاد به شما کمک میکنه. نمیگه آقا اونجا به من حقابه رو ندادن ما دیگه کمک نمیکنیم. نه، ما اینجوری نیستیم. اگر عزیز افغانستانی زیر آوار باشه ما میریم برای کمک. الانم فکر میکنم سومین و چهارمین محموله کمکی از ایران به طرف افغانستان روان شده، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی. اما مورد بعدی، ما گفتم در مورد اون عزیزانی که مدافع حرم بودن از عزیزان افغانستانی، ما تشکر میکنیم، مدیون این عزیزان افغانستانی که در تیپ و لشکر فاطمیون هستیم. ما منکر اون کارهایی که این لشکر برای ایران انجام داده نیستیم.
و تشکر هم میکنیم، خدا خیرشون بده. و ایران هم اون وظیفه‌ای که به گردنش بوده در قبال این افراد داره انجام میده. حالا یک مستمری به این خانواده هاشون کمک میکنه، این کارا رو هم داره انجام میده. این نکته رو هم ما توی ذهن خودمون داریم. بازم اگر سوالی بود بفرستین، اگر در حد کلیپ بود من کلیپ میکنم و جواب شما رو میدهم. یا علی مدد، خدا نگهدار.